به نام خدا، با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز. خب بریم سراغ کد نویسی. همونجور که میدونید کدای PHP باید روی یک وب سروری مثل آپاچی یا انجینکس اینجور چیزا بیان چیکار بشن، اجرا بشن. خب اینم از این. اما عرضم به حضور شما که ما فعلا نمیخوام PHP کار بکنیم، چون گفتن که توی جلسه قبل گفتم ظاهر اون پروژه‌ای که ما داریم انجام میدیم، مینی پروژه یا پروژه ها یا به خصوص پروژه اصلی، یکی از نکاتی که خیلی ما باید بهش اهمیت بدیم ظاهر و امنیت سایت. حالا امنیت یک مقوله جداست. توی یادگیری من گفتم توی جلسه قبلم اعتقاد دارم که یادگیری رو میبره بالاتر. خب واسه همین توی این جلسه من یک کدایی رو از قبل خودمون با هم دیگه می‌نویسیم که توی پروژه هامون خیلی راحت بتونیم ازش استفاده کنیم. ببینید اینجا دو تا بحث پیش میاد. یکی اینجا درستی که مثلا 20 دقیقه میاد وقت ما رو میگیره، خب اما در نهایت میاد دو تا کار واسه ما انجام میده. یک، بعدن که میخوایم پروژه ها یا مینی پروژه رو بنویسیم یا هر چی اصلا داریم هنگام کنیم به شما آموزش میدیم، اگه خواستیم استفاده بکنیم خیلی کار رو ما راحت‌تر میکنه. یعنی یه جور می‌نویسیم مثل بوت استرپ، مثلا کلاس‌های آماده، این خیلی پیچیده‌اش نمی‌کنیم دیگه. کلاس‌های آماده انجام میده و یک ظاهر ما رو آراسته میکنه. اینجور چیزا. خب پس تا مزیت داره. یک، اینکه خیلی کار ما رو راحت‌تر میکنه، دیگه نیازی نیست بعدم هنگام کد نویسی PHP ما هی بیایم HTML زیاد کد بزنیم. دو، ظاهر ما رو آراسته میکنه. خب عرضم حضور شما که من میام اینجا، ببینید میام داخل زمپم، همین الان میام داخل زمپم اینجا ایجاد میکنم. دقت بکنید که کدای HTML اینجا هم میتونن اجرا بشن، یعنی نیازی نیست که ما حتما نیاز به نرم افزار خاصی نداره. کدای HTML به همین صورت اینجا میتونن اجرا بشن. مثلا HTML مثلا index .php .html یعنی هر چی ما اینجا بنویسیم نیازی نداره که اجرا بشن. اما ما بازم همین رو میام چیکار میکنیم؟ عرضم حضور شما که میبریمش داخل اینجا میذارم داک تایپ، مشخص میکنه که حالا من اینا رو توضیح میدم چون اینکه ممکنه حالا بعضیا واقعا HTML CSS هم بلد نباشه. مشخص میکنه که صفحه ما HTML از نوع HTML. خب تگای HTML معمولا جفت جفت میبینن، یعنی تگ بسته، تگ باز، تگ بسته. این که اسلش داریم میگیم بسته. ساختار HTML هم به همین صورته، یعنی داخل هد تایتل میگیره و اینجا مثلا می‌نویسم پارت 2 مثلا. خب اینجا هم بادی، بدنه سایتمون که هرچی ما داریم توی صفحه می‌بینیم اینجا میتونیم مشاهده بکنیم. مثلا اینجا الان این صفحه چیه؟ HTML. من کنترل اس بزنم. خب اینجا مثلا بنویسم هلو. الان هلو رو هم اشتباه نوشتم، هلو. خب الان نیاز به نرم افزار خاصی نداره، میبینید که اجرا میشه. حالا اون با موزیلا هم داره اجرا میشه. میبینید اجرا شد. خلاصه ای بابا هلو رو واسه ما آورد. خب من میام سراغ درایو سی زمپ. اینجا دقت بکنید زمپ و داخل ht docs. اینجا تو این قسمت من میام یه پوشه میسازم، میگم که مثلا چی learn، یا مثلا می‌نویسم PHP دیگه، یا بهتر می‌نویسم learn PHP. learn PHP PHP بهتره. خب میام یه پوشه میسازم PHP، یه پوشه دیگه میسازم اینجا مثلا میگم که چی اسمش چی بذارم؟ حالا یه اسمی میذارم دیگه، مثلا help files مثلا. حالا داخل این ببینید اینجا من عرضم به حضور شما که میام چیکار میکنم، یه فایل میسازم مثلا
style.css یه style.css میسازم، یه کپی میگیرم این رو مثلا میذارم چی index.html فعلا میخوام فقط تست بکنیم و یه پوشم مثلا من میسازم با نام مثلا فونت. من از فونت های ایران سنس استفاده میکنم. خب واسه همین عرضم به حضور شما که این فونت ها رو موقعی که فایل رو میذارم واسه تون قرار نمیدم، چون باید خریداری بشه و هزینه‌اش هم 38000 تومان. به خاطر پولش هم اصلا نیست، به خاطر اینکه حمایت از اون تولید کننده باشه. خب اینجا مثلا داخل دیجیکالا مثلا من فونت دارم، فونت های اینا رو برمیدارم میام اینجا داخل این میذارم. خب حالا میام داخل PHP استورمم. ببینید حالا ارزم به حضور شما که من CSS و HTML و CSS رو دیگه وقتی کد نویسی میکنم توضیح نمیدم، میدونه که بلدید. فعلا من این رو میگم استار، میگم مثلا مارجین 0، پدینگم 0 باشه، میگم بادی مثلا، چون فعلا میخوایم مثلا حالا البته اینجا بگم مثلا بک‌گراند، اینجا بهتره بگم مثلا کلاس بادی، مثلا میگم بک‌گراند. متوجه خواهید شد که من اینا رو دارم چیکار میکنم. یه رنگ بهشون میدم. چند تا کلاس هست که ما خودمون مثلا داریم تعریف میکنیم. مثلا یه کلاس میدم بر فرض مثال btn success، مثلا btn مثلا داش، البته btn نمیدونم بوت استره. خب btn داش success، btn مثلا error، چند ازش کپی میگیرم اینجا btn مثلا info، یکی دیگه مثلا warning. حتی بوت استرپ خودش اینا رو داره، اما فعلا خب warning. و مثلا چی اینجا هم مثلا this block، اینایی که دارن میگن توی پروژه ما رو انشالله یاری میکنن. خب البته ببینید من اینجا آماده دارم یا نه، بذارید بنویسم که شما متوجه بشید. حالا با PHP استورم این رو بازش بکنم، بیاد اینجا اینا رو هم ببندم. خب البته داخل فونت، این فونت ایران سنس وقتی فونتش رو میخرید خودش بهتون کدش رو میده. داخل استایل CSS اگه بیاین این کد رو بهتون میده. این فونت فیس رو من از اینجا برمیدارم، اینجا کپیش میکنم. ما توی پروژه ارزم به حضور شما چیکار میکنیم؟ از کدای آماده استفاده نمیکنیم. حالا این صرفا چون خود PHP هم خود ایران سنس هم به کد رو میده، من دیگه همینجا نوشتمش، اینو اینجا سیوش میزنم. خب این میام اینجا اوپن دایرکتوری میکنم و ارزم به حضور شما میام داخل زمپم، داخل PHP رو بازش میکنم. خب زمپم رانه. بعد اینجا باید بیام بنویسم چی؟ باید بگم که local host PHP. البته PHP ما ادمین خورد، باید بنویسم PHP خالص تنها. وقتی PHP رو می‌نویسم این صفحات میاد، میگه آقا داخلش یه ال فایلز داری شما که index.php رو میشناسه و میخونه. انگار ما اینجا نوشیم index.html رو میخوام یا PHP، فرقی نداره. خب الان ارزم به حضور شما که من PHP رو فکر میکنم اشتباهی برداشتم. آره عذر میخوام، من اینجا باید برم داخل htdocs و بعد PHP رو بردارم اینجا. خب الان اومد، اینم هل فایلز. اینجا علامت ترجمه بنویسم و تب رو بزنم، خود PHP استورم واسه هم اینا رو میسازه. خب چون مثلا میگم چی
values. خب عرضم به حضور شما که مثلا من میام اینجا، ببینید مثلا من میام اینجا یه اینپوت میذارم. ببینید این کارا واسه در نهایت توی هر پروژه یا توی پروژه خودمون به کار میاریم. اینجا مثلا تکست، یه تکست میذارم، یه باتن میذارم، اینجا میذارم کلیک، چند تا مثلا می‌نویسم. خب اینجا مثلا یه تگ پی میذارم، مثلا اینجا می‌نویسم مثلا تگ پی فعلا اینا رو داشته باشیم. خب داخل داست سی اس اس هم باید بیام اینجا چیکار بکنم؟ باید بیام اینجا بگم که آقا بیا بگو که لینک رو می‌نویسم، تب رو میزنم. پی اچ پی خیلی پیشرفته است. ریل همون معنی ریلیشن استایل شیت از نوع استایل شیت، href همون هایپر رفرنس. خب اینجا میگم چی؟ میگم با استایل داست سی اس اس کنار فایلمه دیگه، درسته؟ خب پوشه هم اینجا اگه دقت بکنید اینجا یه بک اسلش خورده به دلیل اینکه اینجا ما حالا میتونیم اینا رو پاک بکنیم، یعنی بیام این دوتا رو این دو نقطه اسلش یعنی یه پوشه برگرد به عقب، یعنی به این صورت بوده. ببینید من میام داخل هل فایل یه پوشه میسازم با نام css، این cssش رفته داخل این. الان آدرس ایمون درست میشه. در حالت قبلی من باید این بک اسلش ها رو برمی داشتم که گفتم این کار سریعتر تا بخوام این بک اسلش ها رو بیام همه رو بردارم. خب بک‌گراند این باشه، میگم btn success به نام خدا با سلام خدمت. یه لحظه این فیلم رو من کانورتش کردم اوکی شد، بذارید من استوپش بکنم. استوپش کردم به دلیل اینکه داشت ران شده بود و عرضم بود شما داشتم فیلم صدا داشت و اون مشکل ساز میشد. خب عرضم بود شما ببینید من اینجا حالا کد رنگ ها رو که من بلد نیستم. ببینید من داخل security.php اگه داشته باشمش، security.php دوری امنیت. خب ببینید اینجا حالا میتونستم همین رو بذارم آدر مثلا style.css داره. خب یه style.css ما اینجا نوشتیم که اینه که اینو همه رو اینجا داره و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. یعنی من کل این رو بردارم، بهتره این که بیام داخل این style.css بذارمش. حالا این رو هم دیگه نیازی نیست. خب A میگم تکست دکوریشنش نان باشه، یعنی عرضم حضور شما خط زیرش برداشته بشه، دیسپلیش بلاک باشه، کل سطر رو در بر بگیره. F color warning کد رنگش این باشه که بیایم داخل PS این خیلی بهتره. مثلا ببینید کد رنگش رو اینجا نوشته این باشه، این باشه، این باشه، btn success این باشه و از اینجور چیزا که اینا خیلی ساده است. مثلا ما یک کلاس تعریف کردم با نام success، کد رنگش رو گذاشتم، چند تا استایل بهش دادم. من برای این اساس تدریس میکنم به شما HTML CSS رو دیگه بلدید. خب به این صورت حالا بخوام ازش استفاده بکنم، البته خب باز عرضم بزرگ شما که بوت استرپ هم داره این کلاس ها رو، بعضی فکر میکنم هم نام که باز به اونجا رسیدیم اینا رو تغییر میدیم. ببینید الان یک صفحه رو رفرش بکنم، این واسه من میاد. ببینید هیچ استایلی رو نداره. حالا ما اومدیم یه بار استایل نوشتیم و چندین بار ازش استفاده خواهیم کرد، درسته؟ ببینید بر فرض مثال حالا این بحث میگم بازم بگم من بر اساس از توضیح میکنم تدریس میکنم که شما چی رو بلدید. عرضم به حضور شما HTML و CSS رو بلدید. خب الان من مثلا میام به این اینپوت یک کلاس میدم تکست باکس که اینجا تعریفش کردیم. اگه مشاهده بکنید فکر میکنم تکست باکس اینجا ببینید تکست باکس میگم ویدش 100 باشه، فون سایزش این باشه، مارجین باتمش فلان باشه، پدینگش از چپ و راست 12 باشه، از بالا و پایین 0 باشه، دیسپلیش بلاک باشه، بوردرش این رنگی باشه، هایتش 36 باشه و بورد درزش هم 2 باشه. حالا مثلا من یکی دیگه هم میام اینجا میذارم که شما اون بوردر باتمش رو هم ببینید. خب میام مثلا این کلاس اولی میام یک کلاس بده btn success مثلا. خب
میگم به دومی مثلا بده btn error. ببینید اینا اومدن، من اینا رو خودم از قبل نوشتم توی پروژه هام هم اکثرا استفاده میکنم، اومدن خیلی کارمون رو راحت کردن. خب یک بار من اومدم مثلا 20 دقیقه 30 دقیقه وقت گذاشتم و اینا رو پیدا کردم، حالا اومده به ما کمک کرده. مثلا اینجا می‌نویسم مثلا کلاس وارنینگ مثلا ارور مثلا، یا مثلا میام کلاس مثلا اینفو مثلا، و یا مثلا کلاس ساکسس، یا مثلا کلاس وارنینگ. خب الان اگه من یه رفرش بکنم ببینید چقدر قشنگ میشه. البته خب یه مبحثی هست، اینمونه که بیام چیکار بکنم. ما اینجا یه میدل تعریف کردیم، گفتیم ویدش 54% باشه. حالا من میدم 60%. آقا 60% کل صفحه باشه، پدینگش هم 50 پیکسل باشه. عذر میخوام این رو 54 بدم. پدینگ هم دادیم از دو طرف، بک‌گراندش سفید باشه، مارجینش این باشه، از چپ و راست اتو شنی میاد وسط چی میشه، باکس شادوش این باشه و بوردر ریدیوس هم 4 باشه که اینا رو مطمئنم بلدید. خب اگر الان من بیام اینجا یه دیو بنویسم، ببینید دیو کلاس میدل و بیام اینجا، البته اینجا یه کلیرم، حالا کلیر نمیخواد چون فلوت چیزی نداریم ما اینجا، اینم به این صورت. الان یه رفرش بدم ببینید اینا اومدن به این صورت قرار گرفتن. اینپوت قبلی رو ببینید، اینپوت الان رو ببینید چه فرق داره. حالا اینا چون استایلی رو نگرفتم فکر میکنم، بذارید من یه بار دیگه تست بزنم. بوردر btn ها، اونجا بوردر رو 0 قرار بدم، این یعنی همه تگ ها این به این صورت. البته خب اینجا فکر میکنم استایل نگرفتن. خب دلیلش چیه؟ من این رو بردارم، عذر میخوام، این بوردر رو برمی‌دارم چون تیبل استفاده کنیم بوردرش رو میخوام ببینم. دلیلش این بودی که من قبلش باید مینوشتم btn. من این کلاس رو قبلا تعریف کردم. btn استایل های اصلی رو گرفته، btn اینفو فقط رنگ و کالر گرفته. به همین سادگی این رو یادم رفت. ببینید الان من یه رفرش بکنم، ببینید چه رنگای قشنگی گرفتن به همین سادگی. خب این کار ما رو خیلی اومده راحت تر کرده. یعنی ببینید ما یه پروژه می‌نویسیم که آقا ظاهرش حداقل ارزم به حضور شما مورد قبول ما باشه، یعنی ظاهرش به ما انرژی میده که آقا ما این رو تا آخر نگاه بکنیم. ببینید خیلی راحت. پس اینم از این کلاس ها که حالا اگه من حتی مثلا استایل CSS رو اگه بیام بردارم متوجه خواهید شد که آقا این چی میشه. اصلا ظاهرش رو ببینید، این ظاهر کجا با یه استایلی که ما به صورت پیش‌فرض اضافه کردیم کجا. درسته؟ خب اینم از این. توی جلسه بعد دیگه انشالله PHP رو استارت میزنیم. گفتیم ویدیوها از 6-7 دقیقه تا مثلا تا 10-15 دقیقه‌ای هستن و انشالله تایم ها بیشتر خواهد شد در آینده.